سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 می همراه شما. رئیس نهاد مبارزه کننده با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان میگوید تروریسم و قاچاق مواد مخدر در یک ردیف می ایستند و باید مقابل هر دو یکسان مبارزه برد. شیرخان سلیمزاده روز 6 می در مراسم معرفی گزارش سالانه درباره وضع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان در پایتخت از جامعه جهانی خواست به تاجیکستان که در جبهه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر افغانی قرار دارد کمک کنند. امروز جامعه جهانی یک چند خطرهای عمومی جهانی را به انسانیت تأثیر منفی می‌رسانند معین کرده است. در قطار این خطرها هم معاملات غیر قانونی مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم در یک قطار می‌ایستند. اشیتا میتل نماینده منطقه‌ای ریاست مبارزه با جنایتکاری و مواد مخدر در سازمان ملل در آسیای مرکزی گفت که وجود گروه‌های تروریستی و افرادگرا از جمله گروه دولت اسلامی در مناطق شمالی افغانستان مانع اصلی در راه مبارزه برای قاچاق مواد مخدر شده است. در تاجیکستان که با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، سالانه چندین تانه تریاک و هروئین و دیگر نوع‌های مواد مخدر کشف و مصادره می‌شود. خویشاوندان یک گوشتگیر جوان تاجیک که به افرادگرایی متهم می شود میگویند خواهان محاکمه عادلانه او هستند. جهانگیر قربانعلی فینی زمان با چند نفر دیگر با گناه دعوت عمومی برای سرنگون کردن حکومت قانونی و تشکیل سازمان جنایی در کرسی گناهکاران نشستند. با گفته مقامات انتظامی، جهانگیر قربانعلی و 3 ساکن دیگری دهه آبی موکی جماعت دهات آبشاران ناحیه یاوان نوارهای ترغیباتی گروه دولت اسلامی را از طریق شبکه ادناکلاسنکی در بین کاربران دیگر تبلیغ می‌کردند. مقامات تاجیکستان میگویند صدها جوان تاجیک را محض از طریق شبکه‌های اجتماعی به صف گروه دولت اسلامی جلب کردند. مقامات تاجیکستان پروانده زخم برداشتن یک مرزبان جوان را بازنگری می‌کنند که ماه فوریه در درگیری با قاچاقبران تیر خورد. اول مفتشان می‌گفتند سید اکبر یوسفوف از تیر قاچاقبران در مرز افغانستان زخم برداشته است، ولی حالا این فرضیه تحقیق می‌شود که به احتیاطی هم خدمتش سبب جراحت برداشتن سید اکبر شده است. عین زمان یک سازمان حامی حقوق در دوشنبه برنامه را برای کمک به والدان شروع کرد که فرزندانشان ضمن خدمت در ارتش فوتیده و یا کشته شدند. در دفتر آزادی‌های شهروندی در دوشنبه حالا والدان می‌آیند که از دست دادن فرزند جوان آنها را وحشت زده و گرفتاری مشکلاتی روانی کرده است. در تاجیکستان تا یک سال اخیر چندین سرباز ضمن خدمت در صف ارتش هلاک شدند. گزارش در این باره به زودی در وبسایت azadi.org نشر می‌شود. یک طراح معلول تاجیک نخستین بار کلکسیون لباس‌های ملی تاجیکی و ژاپنی از جمله کیمانا با عنصرهای تاجیکی را به نمایش گذاشت. لباس‌ها را دختران معلول و سالم نمایش دادند. با گفته نگین اکرام و هدف این نمایش نشان دادن برابری افراد معیوب و سالم در جامعه و ثابت کردن آن است که از دست افراد معلول نیز همه کار می‌آید. زن و دختر معیوب می‌تواند در تمام کارها سزاوار همون کار باشد، همون کار گردد و از تمامی همه تشکیل کنندگان این چاره‌بینی مینداری خود را بیان میکنم از مخلصان، از تماشابینان و چخیلی که بازم در آینده کوشش میکنیم که با شاگردانمون کلکسی‌های نو به نو پیشکشی تماشابینان گردانیم. نگین اکرامووا سالهای زیاد است که به دوختن لباس مشغول است. در برگزاری نمایشگاه او سازمان‌های داخلی و بین المللی خیریه مساعدت کردند و این نمایشگاه مد لباس نگین اکرامووا به جشن خرسندی و رقص و سرود هم تبدیل شد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.